بارک الله فیکم. یک دقیقه حاضر من اکران ضبط سر دوتیم گوش بکی خودتان چقدر این جاهل هستین. اینجا ایمان را تو به معنای اسلام نفهم، اینجا ایمان را به معنای مسلمان حقیقی نفهم. ما مسلمان داریم، مسلمان حکمی. همون طاغوتایی که هستن، همون پدنلاتای رحمان فهمیگه که من مسلمانم، همون خبیثایی که در حکومتی ها کار میکنن آنها را میگن ما مسلمانیم. یعنی که ببین اینجا فرق است بین مسلمان حکمی و مسلمان حقیقی. تو همین را فهمیده سه؟ تو فرق گذاشته نمیتونی، به خاطری که برای فهمیدن یک کمتر طلب علم کرنده کرد. نمیخوام که یگان سخنی بد بگم. یک کس میگه لا اله الا الله، تو سر از او را مسلمان حکم میکنی. یک کس میگه که لا اله الا الله. و همین طاغوتایی که در حکومتی ها کار میکنن همش میگن ما مسلمان لا اله الا الله میگن. همین را سر از تو مسلمان حقیقی حکم میکنی. من میگم مسلمان حقیقی نیستن، مسلمان حکمی هستن. تا اگر که توحید این احمق جاهله که کسی رو طعنه زده ایستاده است که میگوید تو باید کتاب بخوانی. این گفته ایستاده است که یک انسان لا اله الا الله شدیدید گفت که من لا اله الا الله محمد رسول الله، من مسلمان هستم. این گفته ایستاده است که این مسلمان حکمی هست، یعنی مسلمان حکمی در نزد این کافر است. فهمیده ایستاده؟ این گفته ایستاده است کسانی که مسلمان حکمی هستند کافر هستند گفته ایستاده است. اما از دیگر جهت میگوید که انا همین طاغوت ها را مسلمان گفته می شود، یعنی مسلمان حکمی. برادر گرامی یک سوال بکنم اجازه است؟ یک دقیقه صبر کرد بعد میگه. فهمیده دی علی توحید؟ از یک جهت خوارج است که مسلمان ها را به یعنی ظاهرش حکم نداده ایستاده است. میگه لا اله الا الله گوینده مسلمان نیست، یعنی مسلمان حکمی است. مسلمان حکمی یعنی این چگونه که این گفته ایستاده است یعنی کافر هست. فهمیده ایستاده این چی گفته ایستاده است؟ هر یک طاغوت میگه لا اله الا الله میگه. آخر لا اله الا الله میگوید آنها که کفر به آنها ثابت است. از این میبارد که او را مسلمان گفته نمیشود، او را کافر گفته میشود. اما یک انسانی است که لا اله الا الله میگوید از او کفر ثابت نیست. گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله و من مسلمانم میگه از او اسلام ثابت است. و این شرمنده بین مسلمان حکمی و مسلمان حقیقی را فرق نکرده مسلمان حکمی را کافر گفته ایستاده است و طاغوت ها را مسلمان حکمی گفته ایستاده است. فهمیده؟ از یک جهت خوارج است، از یک جهت جهمی کافر است. این نفهمیده است که مسلمان حکمی گفتن این دلالت به کافر بدن آنها نمیکنه، بلکه در بعضی از مسائل ها مثلا دینت از او آموختن، از او مثلا گوشت او رو خوردن، از پشت او نماز گذاریدن، یا که برای او یعنی دخترت رو همچو یعنی به شوهری دادن. این چیزها باید چیکار کرده شود؟ تحقیق کرده شود. در این چیزها تحقیق کرده شود که او در حقیقت اعتقاد سالم دارد یا نه. و مسلمان حکمی اون با آنها همون لا اله الا الله گوینده یک از نماز میگذارد، مسلمان حکمی است. او به تو مثلا وقتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت تو باید جواب او را بدهی. بارک الله فیکم. او اگر عطسه زد جواب عطسه‌اش را بدهی. فهمیده؟ این مسلمان حکمی است، او حق دارد. کسی اون مسلمان حکمی با بالاش حمله کرد تو باید دفاع بکنی او را. اما این در نزد این به ایمان مسلمان حکمی کافر است و کافرها را مسلمان حکمی داده می شود. این احمق الله هدایتش کنه. بفرمایید صلاح الدین پیش از سوال دادن برای شما سوال همی که
به گفته های این انسان چی گفتنی ها دارید؟ درباره کی ما قوال نبودم در اتاق من بودم بچه ها حرف کردم وارث خب منی بمیگی نه حاضر من میمانم گوش بکنید. یک دقیقه من میگذارم با گوش بکنید. درست گوش بکنید یه چی میگه. اینجا ایمان را تو به معنای اسلام نفهم، اینجا ایمان را به معنای مسلمان حقیقی نفهم. ما مسلمان داریم، مسلمان حکمی، همون طاغوتایی که هستن، همون پدنلاتای رحمان فهمیگه که من مسلمانم، همون خبیثایی که در حکومتی ها کار میکنن اونها را میگن ما مسلمانیم. یعنی که ببین اینجا فرق است بین مسلمان حکمی و مسلمان حقیقی. تو همین را فهمیده سه، تو فرق گذاشته نمیتونی، به خاطر که برای فهمیدن یک کم طلب علم کردن کن. این بخش زیاد اهل توحید این طلب علم کرده کافر شدگی. این الله هدایت کنه. نمیخوام که یگان سخنی بعد بگم. یک کس میگه لا اله الا الله، تو سر از او را مسلمان حکم میکنی. دیده ساده در نزد این خبیث لا اله الا الله محمد رسول الله گوینده کافر هست. فهمیده؟ معاذ الله اما امام علی را گفته استاد است که یعنی مسلمان حکمی میدهیم. الله اکبر. دو یک آخرش کس میگه که لا اله الا الله، و همین طاغوتایی که در حکومتی ها کار میکنن همش میگن ما مسلمان لا اله الا الله میگن. همین را سر از تو مسلمان حقیقی حکم میکنی. من میگم مسلمان حقیقی نیستن، مسلمان حکمی هستن. تو فهمیدید که صلاح الدین گفته استاد است که طاغوت های مثلا طاغوت ها مسلمان حکمی هستند. یک کمی بله شرح بله می‌دهید رو. کجا هستن همه ایشان ابو محمد مدنی صاحب اونا هم یک وقت خوب درس ها داشتن الحمدلله ولله الحمد الان نیستن ولی انشالله شاید داخل شوند بدتر برادر. اسم خود شما چیست استاد؟ ابو عبدالرحمن هستم. خب ابو عبدالرحمن درست است انشالله. دیگه شما با کدام منهج هستین استاد؟ ما در منهج اهل سنت و الجماعت هستیم. خب مثلا کسایی که مثلا حنفی هستن یا مالکی هستن یا شافعی هستن با اینا چی گفتنی داره؟ اینا چی حکمش چی هست؟ مسلمان هستند انشالله. یکی خب اینو در مذهب اینو همشون مذهب اهل سنت و الجماعت می باشند، اما در مسئله فروعات با همدیگر یعنی فرق میکنن. همین قدر است. اما ما هر چهار مذهب رو قبول داریم و به یگان مذهب خاص پایبند نیستیم، بلکه به قرآن سنت مثلا همین چهار مذهب رو استفاده میکنیم. هر مذهبی که یعنی گفتهشون سخنشون به قرآن و سنت موافق است عمل میکنیم انشاءالله. خب درست است. یوان احادیث در ظاهرا تعارض می داشته باشه باید چی کار بکنیم استاد گرامی عبدالرحمن مدنی صاحب؟ حدیث ها رو با فهم علمای اهل سنت و الجماعت قبول میکنیم. خوب است. ما اینجا یک دو احادیث مرا یک ذره شکی که بود ما میره برای شما یک چی بکنم یک دقیقه می بخشید درباره همی چی بود درباره ما امی والي تناسلی را که مس میکنید دمی باره یک بله. بارک دو الله فیک. احادیث تعارض داره شما در این باره چی گفتنی دارین استاد گرامی؟ دو حدیث در اینجا تعارض ندارد. بارک الله فیکم. در یک حدیث میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی چی است؟ این همون آلت تناسبی شما هم یعنی یک عضوی شما است، جزوی عضوی شما است. در بله دیگر بله 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 در دیگر حدیث میگویند که یعنی طهارت میشکند وقتی که مثلا با دستتون رو میگیرید یا میقپید یا دستتون رو میرسونید. بارک الله فیکم. در اینجا من یک دقیقه جواب بدم اگر قانع نشدید بعد صحبت میکنم. بارک الله در این فیکم. احادیث میخونم با شما چی بله میکنین بله تطبیق من میدونم برادر جان. خوندن ضرورت ندارد. اه، بارک الله فیکم.
در مذهب امام احمد خب اه، در مذهب امام احمد اگر مثلا رسانیدم قاپیدم هر نمود شود هم میشکند طهارتون. خب در مذهب امام ابو حنیفه این همچون شکننده طهارت نیست. و اما این رو علما چی قسم میشه؟ یک مثلا شما خودتان چطور میکنین؟ ما که مثلا حنفی مذهب هستیم در او حدیثی عمل میکنیم که نمیشکنه، و اون شافعی و مثلا حنبلی مذهبا در او عمل میکنه که او مثلا وضو رو میشکنه. بعد خود شما جواب با داد کدام عمل میکنید؟ جواب داده استادم. اگر همین شما صبر بکنید، صبر درست بکنید، درست. جوابتون ان شاء الله میگیرید. بارک الله فیکم. جواب این است که علما بین این دو حدیث جمع میکنند و میگویند که اگر همون آلت تناسبیتون رو بارک الله فیکم به شهوت قپید، در حالت شهوت قپید، یعنی طهارتون میشکند. و خب اما دیگر در حالتی که مثلا در حالت شهوت نه، در حالتهایی که مثلا خوریدید همینجاتون رو به این خاطر باشد میگن نمیشکند. و اما صحیح و خوب درستش همین است که اگر افضل است که در همه حالت طهارت بکنید، زیرا که در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم همون حالت تناسبی را خاص کرده هستند از بین دیگر یعنی اعضای بدن انسان. برادر گرامی عبدالرحمن مدنی صاحبی تو هست که مثلا اینال شما گفتین که علما تطبیق دادن، مثلا کدام علما تطبیق داده و شیخ میشه؟ الاسلام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. خب چه قسم مثلا تطبیق دادن؟ چیزی که حضور من برای شما بیان کردم. میشه آدرس کتاب بگین استاد؟ الان نمیتونم آدرس رو گفتم. خب، خب. ولی مثلا دی احادیث کردوش صحیح هست، اگر اجازه تان باشه ما بخونم براتون. من چی لازم است که مثلا خوندن؟ من که مدنی نیستم برادر جان، من ابو عبدالرحمن هستم. اون چیزی که حدیث رو قبول کردیم و هرچی قبول کردیم، اگر انکار میکردم من این حدیث ها رو، بعد میخوندید و صحتش اثبات میکردید. اما ما نه هر نه حدیث رو قبول کردیم. چه جا عبدالرحمن صاحب صاحب که ما چه جا کدام به خاطر از که ما شما را گفتم که مثلا اینال ما حنفی مذهب هستیم به یکش عمل میکنیم و شافعی ها کس به او دیگهش عمل میکنه، و ای شما که مذهب ندارین بعد شما چی کار میکنین مثلا؟ مذهب ما قرآن و سنت است. خب اها. ولی بعضی ها میگن که مثلا حق از چهار مذهب خارج نیست، میگه که اجماع آدمی منتقد شده، میگه در این چی نظری که داره؟ مثلا در بعض مسائل ها شاید والله عالم هر چور مذهب خطا کردن. پنجم مذهبی مثلا مذهبی دیگر مذهب ما مذهب بسیار داریم. حسن بصری برای خود مذهب خاص خودشون را دارد، سفیان ثوری و غیرهم. کی گفته است که فقط همین چهار یعنی محدود است این دین ما در دایره چهار مذهب؟ من سوال میتونم که اول مذهب گفته خود شما چرا میفهمید؟ شما یک دقیقه ابو عبدالرحمن برادر ما یک دقیقه احساس چین شما قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله قبول دارین شما نه؟ همون قولی که گفتن بله قبول داره. درست. المستدرك على المجموعة الفتوى للشيخ ابن تيمية رحمه الله جلد 2 صفحه 272 نه است. خب نه دقیقه. ببینیم المستدرك على المجموعة الفتوى للشيخ ابن تيمية رحمه الله. هم بعد چی؟ در چی شده است اینجا؟ در این گرفتین کتاب پیشتان است. مجموعه فتاوا پیش من است. موضوع را بیان بکنی. موضوع در اینجا است که یک دقیقه صبر شید. در اینجا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید که و انه انعقد الإجماع على التقليد كل واحد من هذه المذاهب الأربعة، وأن الإجماع الفقهاء الأربعة حجة لا يخرج الحق عنهم. و میگه یقینا اجماع متقید شده است بر تقلید هر یک از این مذاهب اربعه، و یقینا اجماع فقها حجت است و فقهای اربعه حجت است، حق خارج نیست از ایشان، میگه از قولشان. شما در این باره چی گفته؟ اجماع بارک الله فیکم. سوال شما به اجماع گفته چرا میفهمید؟ اجماع اینه ببین من در اینجا نمیدونم. گفته سوال من به جواب بدید. سوال من به جواب بدید که اجماع چی است؟
اجماع یعنی آن و انه این عقد الاجماع یعنی چی نکنید. شده و تحقیق اجماع یعنی هم نگفته استادم. من شما رو نگفته استادم که یگان چیز بخونید. من شما رو به تاجیکی به فارسی سوال کرده استادم که اجماع گفته چرا میفهمید شما؟ شما سوال ما را جواب بدین. اجماع یعنی همه چی یعنی هم همه همین چهار مذهب با هم که توافق کرده باشند در یک مسئله این را اجماع گفته میشه. اجماع به بالای چی میشود؟ ها؟ جناب سوال من اجماع به بالای چی عبدالرحمن میشود؟ برادر فهمیدید شما گپ گوش کنین. من شما رو گوش کردم. تیمه را من شما به سوال داده استادم که اجماع به بالای چی؟ چی میشود؟ اجماع در اساس چی پیدا میشود؟ ها؟ صلاح الدین در اساس چی پیدا میشود؟ اجماع ببینین صلاح اصول الدین گپ گوش کن. اصول دین ما که است چهار تاست: قرآن، سنت، اجماع، قیاس. من شما رو سوال داده استادم که اجماع با بالای چی میشود؟ اجماع در بالای من و شما می شود. مثلا که ما شما اگر اجماع در اجماع بالای قول انسان میشود مسابقی یا در بالای چی قول مسابقی سوال شما با اجماع با بالای چی چی؟ میشود؟ با بالای انسان میشود؟ اجماع با بالای انسان میشود؟ جناب اجماع که است فهمیدی اصل اجماع که است با برای مجتهدین که است وضع شده است. سوال خب من این از مجتهدین اجماع هم رو نیست. شما میتونین یک تعریف بکنین اجماع چی را؟ من آخر سوال من گشته با بالای من ندی. من شما به سوال داده استادم که اجماع گفته شما چرا میفهمید؟ ها؟ سوال در کجا شما در کجا میبرین جناب؟ من شما به شما همه را سوال داده قبول دارین استادم. یا ندارین؟ همین دو احادیثی گفتین که خنده در بین خنده درد آور گفتین که نکنید. خنده دردناک نکنید. من شما به سوال دقیق سوال داده استادم که اجماع گفته چرا میفهمید؟ اجماع چی یعنی؟ ها اجماع اجماع چی گفته دیگه پس؟ ها اجماع برای قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رو فهمیدن شما باید اول اجماع رو بدانید که اجماع چیست. همین گونه نیست. گپ گوش کنین. خب در اینجا شما چیزی شیخ که الاسلام شیخ الاسلام ابن گفتن رو تیمیه رحمه مانید. الله میگه که اجماع شیخ یعنی الاسلام شیخ الاسلام رو میمانید. اجماع چی گفتن گپ هست؟ چی معنی دارد و اجماع به بالای چی کرده می شود؟ انا همین رو برای ما بیان بکید ساده عادی با زبان فارسی. عبدالرحمن نالی ما را نوبت میتین. ما نوبت داده استادیم. ما ما را یگان در شما بلدو نکردیم. بفرمایید. ما ما در لایف شما آمدیم از شما اول سوال کردیم. خب قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله را که پیش کردی بناهن من دوباره ازش قول دیگر را پیش کردم. شما در این باره شما در همین قول چی گفتنی دارین؟ در این باره همین قول چی بعد از گفتنی سوال به بحث داخل شدید و میخواید بحث بکنید و من حق دارم که در حالت بحث بر شما سوال بدهم. فهمیدید؟ نه اگر گوید که شما در اینجا برای بحث خب نآمدید. من میتونم که سوال بتم من برای میتونم سوال شما بتم. اینو شيخ اجماع ابو چی عبد رو میگه؟ اجماع را الرحمن یک تعریف. شيخ ابو عبد شما الرحمن يا دكان شيخ ابو عبد الرحمن صلاح الدین همین مسئله که سوال کردی این مسئله در بین اهل علم اختلاف است. یک گروه علمای قول رو گفتن یک گروه علما اون قول رو. چی مشکل است این مسئله که کشمکشی داری؟ کدام قول گفتن؟ بعضی علما کدام قول گفتن؟ بعضی علما گفتن که کسی که ذکرش رو قپید طهارتش میشکند. خب ولی من در می فکر هستم جناب گرامی. من می فکر هستم میگم که مثلا بعضی علما میگه میشکنه بعضی علما میگه نمیشکنه. هر دویش هم دلیل داره. بعد ما چیکار کنیم؟ یک از قول ها را گرفتی صحیح است، یک از قول ها را گرفتی خب صحیح است. باز قول دیگه شو چی کنیم؟ حدیث اونجا حدیث صحیح هم موجود است تمام، یک شکن از قول ها را گرفتی درست است. هر دی طرف به خودش حجت دارد. هر دی طرف به خودش حجت دارد. رو نظر بکن قول علم ها رو. هر خب دی طرف به خودش باز حدیث نبی علیه السلام دیگه ش باز چطور کنیم؟ بعد دیگه ش عمل نکنیم دیگه او رو بیان وای واسه. ایزن تو یعنی تو میخواهی که مردم رو مجبور کنی به قول حنفی. همین رو میخواهی. من از تو از قول نه حنفی ده زیاد ما حل من کنیم از تو همین ده از مسئله قول رو. ما حنفی ده مجتهد هستیم. صلاح الدین من به تو از قول حنفی ده زیاد میارم که مثلا صحابه چگونه در دو طرف سخن هست خیلی گفته ایسیم دیگه. صحابه گفتن که نمیشکند. ای صحابه ثابت شده است.
تمام این سوالی مسئله که مسئله اختلافی است. تعصب را از بگذار. اینجا جو تعصب نیست که فقط حنفی تو اینجا صحیح هست. نه میشه خدا ای خود میشه معرفی بکنین عبدالرحمن که چوب شد میشه بی خود معرفی محمد نویمان. تمام مسئله خلافی است. را نظر کن قول اهل علم رو. تمامی جای نیست که کشمکش کنی. آولی شیخ عبدالرحمن این موضوع گوش کو اه، حدیث که گوش کنی تو صلاح الدین منم برای تو حدیث میخوانم حدیث صحیح میخوانم و برای تو قول علم ها را ذکر میکنم و برای تو قول صحابه را ذکر میکنم. ایرا چیکار میکنی تو تو برای تو قول من 4 حدیث میارم که دو تا من حدیثش به من ترا هم شکستاندن حدیث میارم ذکر صلاح الدین. من ترا هم حدیث میارم و هم قول صحابه میارم. چیکار میکنی تو؟ ما قبل وقتی که حدیث صحیح برای ما رسید فهمیدی اذا صح الحدیث فهو مذهبی صحابه چی؟ قول صحابه بعد در تک حدیث قول اومد. در صحابه تک حدیث قول صحابه که از حجت است نزد ما تمام من در برا تماما هم خطر رو ذکر میکنم. یک دقیقه ذکر میکنم برای اخی عبدالرحمن وقت رو قطعی ضایع نکو. ابن یکم قدامه قال ابن قدامه يا دخل قال ابن در قدامه کجا در کدام کتاب کتاب مغنی است؟ کتاب در کدام مغنی کتاب مغنی شخصی بفرست شخصی ما شخصی برای تو نمیفرستم. رو اه، نظر بکن شما برای تو من کتاب فرستم. برادر شما منهجتان چی است نه منهج خودت اه، اه، قرآن و سنت است قرآن و اه سنت است انسان نه قرآن انسان و سنت است یا نه انسان منهج به ما احترامی نکن قرآن و سنت به فهم سلف امت به فهم صحابه و خو تابعین و تبع تابعین و علمای اهل سنت كل يؤخذ قول و يرد. هر یک انسان قولش گرفته می شود و رد کرده می شود مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم. تو چی خواستنی؟ تو گفتنی که ما قوالیم ها را ترک کنیم فقط قرآن رو بگیریم یا حدیث رو فهمی سلف و اهل علم رو نظر نکنیم؟ این تو جناب یک چیزی که سخن ما نیست تو میخوای همین رو در ما مجبور کنی یا در ما منتسب کنی؟ اگر یک اگر دقیقه گپ ما گوش تو نمیگیرین باز من نه گپ نه 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 نمیزنم نه اگر نه. گپ ما گوش نمیگیرین من میرم باز تو نگاه کن صلاح بیگفتاری الدین کنم تو خواستی کدام کتاب گفتی من ترا کتاب ذکر میکنم. من برای تو ذکر میکنم که از کدام علم ها ابن قدامه ذکر کرده است در کتاب مغنی جلد 1 صفحه از 131 تا 132 رو. صفحه بگو ولی از خدا تو نام صفحه کتاب درست گرفته نمیتونی صفحه ای میگی خب اه، منهج شما اه، قرآن و اه، سنت است منهج گمراه شما قرآن و سنت اخیر است دارش پس برای قرآن و بودک بوزی قطعی اعوذ بالله بودک بوزی قطعی نگاه کده یک من میخوام اضافه کنم این متعصب حنفی رو باز نکن. این میخواهد یک چیزی که ما نمیگوییم همین رو با ما چیکار کند با اصطلاح تاجیکی در پای ما پیچاند. یعنی چی گفتن؟ یعنی شما فقط قرآن بگید سنت بگید تمام فهمی علم های اهل سنت صحابه تابعین و تبع تابعین و علماء اهل سنت رو قبول نکنی هم چیز رو گفتن. یعنی این جاهل هم چیز رو گفتن. یعنی کلا این چیز رو در پای ما نمیپیچونی. این گونه سخن ما نمیگوییم. ما میگیم قرآن سنت با فهم سلف امت و این مسئله اختلافی است و در این از طرفی که اهل علم گفتن خیلی حدیث ثابت است که من مس ذکره فلیتوضا. حدیث ثابت است. حدیثی که من مس ذکره فلیتوضا کسی که ذکرش رو به دستش بقپد پس طهارت بکند. و ابن قدامه و هم قال طائفة من السلف قال ابن قدامه وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن مسيب وعطاء وأبان ابن عثمان وعروة وسليمان ابن يسار والزهري وأوزاعي والشافعي وهو مشهور عند مالكي. وقد روي أيضا عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن سيرين وأبي عالية. از همین گونه از صحابه سر شده از تو سلف رو ذکر کردن در کتاب مغنی جلد 1 صفحه 31 و 32 131 132 بله 131 132. اولا که اختلف اهل العلم في نقض الوضوء بمس الرجل ذكره بدون حائل على اقواها قولان. یعنی اولا قولها یا اینکه اولا اختلاف دارند همین موضوعی که خیلی که همین صلاح الدین گفت یک مرد یک انسان مثلا یک انسان مسلمان مثلا ذکرش رو بدون حائل یعنی همین بگیم رستکی قپد
طهارت میشکند اختلاف است، قول ها زیاد است. دو تا قولی که میگه مشهورتر دو چی قول است؟ دو قول است. قول اول که القول الاول مسح ذکر بدون حائل ينقض الوضوء. قول یکم به دست قپیدن ذکر بدون حائل، یعنی اگه سکین از بالا اگه چی نباشد وضو یعنی طهارت میشکنه. و هو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال طائفة من السلف. یعنی این گونه زیاد هستن قولو. اما متاسفانه الله هدایت کنه این حنفی ها را که همیشه حنفی خودش در همه جا حق است. همیشه حنفی خودش چی میگه؟ در همه جا حق است. غیر خودش تمام دیگه اینها جمهور ذکر کند، حنفی خودش توقع حق است. برای این تعصب را پرت شیخ ابو عبدالرحمن این گونه انسانو این بیکار گفتن این گپای تو من گفتن بیکار است. برای چی؟ برای اینکه در سرش همون یک حنفی اعوذ بالله چونان در حق امام ابو حنیفه رحمه الله اینا غلو کرده هستند که خطان میدونن که میرزای خبیث مشرک چی میگوید؟ اگر سخن رسول الله بگن ابو حنیفه را میگیرم. اعوذ بالله. تو این درجه در کفر و شرک رفته هستند بعضی متعصبینی که من حنفی هستند. بارک الله فیک. اما اکنون با من بله با من کتاب باید که میگه با شخصی رو که ما شخصی پرست نمیکنه، مش از قفای تو نمیدویم. رو نظر بکن خدا طالب علم گفته ایسای رو نظر که این چیزا در همه جا مشهور هستند. این سخن ها در همه جا مشهور هستند. بارک الله فیک. برادر شیخ ابو عبدالرحمن در این مسئله نداره. این اختلافی از معلوم است. این چی اون طرف هم قول داره این طرف هم تمام. استاد عزیز نگاه بکن، مورا گفت که دوی حدیث با هم تعارض کند چگونه قبول میکنیم؟ چگونه که علما فهمیدند بیان کردن همگونه قبول میکنیم. و اما خودی ما باید سوال میشد که شما چگونه قبول میکنید؟ ما چگونه قبول کردن ما در این مسئله را ذکر کردیم. بعد مسئله اجماع را میگه، این خودش نفهمیده است که نفهمیده استاد است که اجماع چی است. و اجماع با گفته استادن که تقلید کرده میشه، زیرا که اجماع خودش این قوی ترین دلیل این اجماع است. برای اینکه هر مسئله مثلا دو حدیثی که حاضر آورده شد در بالای این اجماع نیست، درست؟ اما مثلا از انسان باد براید طهارتش میشکند، همه اجماع دارد، زیرا که فهم باد برآمدن قوی ترین اجماع، یعنی فهم وجود دارد. بارک الله فیکم. این او چیزی که گفته استاد است که 4 مذهب بالا یک چیز به مثلا اجماع کردن، تو باید مثلا قبول بکنی همون چیز رو. و بارک الله فیکم. این مسئله همین بود، لیکن من الان نخوندم چیزی که از مجموعه الفتاوا ذکر کرد. من خواستم که یک بار دیگه بپرسم، تو مقصد من شدم به وقتم نشد. شیخ ابو عمر حفظک الله حفظتون میکند، اینها به سوال داخل میشن. یکی از نوجوان مردی اینا همین است که به سوال داخل میشن بعد بحث میکنن. اگر به بحث آمده باشی بحث میکنیم. من به صلاح الدین سوال میتیم. صلاح الدین، برای شما سوال من این است که ما فهم خودمون رو در بالای این دو حدیث در اساس اقوال علما ذکر کردیم که ما چگونه این دو حدیث رو قبول میکنیم. سوال من به شما این است که شما همچون حنفی این دو حدیث رو چگونه قبول میکنید؟ ها صلاح الدین، میشنم. شما به سوال داده استادم که صلاح الدین که ما مثلا سوال میکنه، اگر بحث میکنیم بحث میشه، نمیشه که تو بیان تو از سوال بده. تو جناب صلاح الدین یک دقیقه بی ادبی نکنید. من بی ادبی را یاد ندارم برادر. خب بی ادبی را یاد ندارم. الحمدلله طلبه است. یک دقیقه. ما اگرچه این سخن ما رو شما قبول دارید قبول ندارید این کار شما است، لیکن سوال من به شما این است که چگونه که گفته است در بین این دو حدیث تعارض است، یعنی ضدیت است، درست؟ ما چگونه دو این حدیث رو قبول کردن را برای شما بیان کردیم. شما همچون حنفی برای ما بیان بکنید که در مذهب ابو حنیفه دو حدیث صحیح آمد و با همدیگر ضدیت کرد، شما چگونه قبول میکنید؟ همون صحیحش قبول میکنیم، احادیث دیگر رو میبینیم که راویش
اگر آیا این دو حدیثی که ذکر کردید اینها ضعف دارن؟ یعنی صحتش قبول نداره؟ قبول داریم، صحتش حالا قبول داریم دیگه. قبول علما داشته باشه متفق تمام. من شما را گفته استم که از این میبراید که این دو حدیث صحیح است، قبول دارید. انا کنون شما بگید که چگونه این دو حدیث رو یعنی استفاده میکنید و بین این دو حدیث در اساس مذهب ابو حنیفه یعنی بگوید که چگونه استفاده کرده می شود و چگونه برداشت دارن این دو حدیث رو، چگونه بیان میکنن. نه اون حدیث که چه میکنی فهمیده در تطبیق میتیم در به من گفته شما رو خودت خواهش یا کرده بگو شدم که علما تطبیق دادن من علما تطبیق دادن علما را گفتن مانه شما حنفی هستید، پایبند یک مذهب هستید، مذهب خاص هستید. برای من شما گفته استم که این دو حدیث رو که هر دوش حدیث صحیح است، مذهب ابو حنیفه احناف چگونه این رو قبول میکنن و چگونه بیان میکنن. بسم الله. مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتن ها، در مذهب ابو حنیفه این دو حدیث صحیحی که با هم دیگر تعارض کرد این رو چگونه بیان بحث میکنن. رو در سر چی میبری؟ در سر اجماع میبری؟ به سر چی در میبری که ما یگان جا من در سر اجماع هم نبرده استودم، یگان جا نبرده استودم. شما دقیق سوال کرده استودم که این دو حدیث تطبیق شما شما اقرار دارید. جناب شما صلاح جناب الدین ما برای شما از شما سوال آقای کردیم صلاح ما الدین تطبیق بدین، چرا آقای نتونستین صلاح تطبیق بدین؟ الدین امر تطبیق بدین، آقای صلاح امر الدین تطبیق بدین. آقای صلاح باش الدین آقای صلاح الدین باش شما پرسیدید سوال رو، نزنید آوازشون رو. شما پرسیدید ما جواب دادیم چگونه قبول کردنه. انکو سوال ما به شما همین است که در مذهب ابو حنیفه چگونه قبول کرده می شود دو حدیث صحیحی که با همدیگر تعارض دارد و همین مسئله که محض کردن ذکر که هر دو حدیث صحیح است و صحت حدیث بارش قبول داره، شما چگونه در مذهب احناف بیان میکنن؟ شما امر یک تطبیق ندادین که باز ما از شما اول سوال خراب نوبت بشه. بیا همچی شاگرد در اینجا دست گوش بکن. شیخ ابو عمر حفظک الله و دیگر برادرها شاهدی بدین که آیا من بیان کردم یا نکردم این مسئله رو که چگونه این دو حدیث رو با هم دیگر جمع میکنه. دیده و دانسته دروغ میگوید، میگه که شما بله یگون بیان بله شیخ ابو عبدالرحمن من گفتم کو این گونه متعصبین قطعی سر خود رو یعنی به زبان توجیکی بگیم ویرون نکو در صورت دوام قطعی برادر سوال جواب این بهتر و خوبتر می شود. برای اینها گفتم که برادر این گونه ما اینها را بسیار دیدگی هستیم، اینها را بسیار از پیش از دور مثلا دیدگی و صحبت کردی هستیم که همیشه همون مذهب حنفی 100% یعنی چی است؟ حق است. باقی مذاهب تمام کدام مسئله برای جمهور در این قول است، این در این قول همین قول خودش توقع صحیح است. بله ما امام ابو حنیفه را رحمه الله یک عالم بود الله رحمتش بکند، بله در چندین مسئله خطا کردگی، در چندین مسئله خلاف جمهور گپ زدگی و جمهور در چندین مسئله خلاف شستند. اما این یک متعصب همین است که دو طرف قول هست، مسئله خلافی هسته، تمام اختلاف در بین اهل علم از صحابه از ابن قدامه ذکر می از اون طرف هم یک بعضی قولای صحابه ذکر میکنن. چیکار میکنیم بعد؟ الله مستعان. بارک الله فیک برادر. چون که شیخ عزیز، لیکن من به دروغگو بودن اینها یا به متهمین اینها در حیرت میمونم. سبحان الله. میگوید نگفتی یا که اینها گوششون کار هست که چیزی که ما گفته استودیم گوش نمیکنن. انسانی که وقتی که به خاطر حق پیدا کردن، به خاطر یعنی بین مسلمان ها یعنی بارک الله فیکم یک همدیگر فهمی محبت شدن به این خاطر نمی بیاد، البته که سخن اهل حق را و سخن یعنی اهل حق باشد هم یا که دیگر باشد هم گوش نمیکند. من شیخ الاسلام یعنی چگونه جمع کردنشون آوردم و این دلالت به این میکند که شیخ الاسلام اگرچه خودشون به مذهب یعنی میگن که مثلا حنبلی بودن، لیکن در همین مسئله یعنی کمی خارج شده هستند از مذهب یعنی بارک الله فیکم حنبلی ها، زیرا که در نزد حنبلی ها 100% میشکنند طهارت. چی نموده دست نزدی؟ الله المستعان.
لیکن این انسان میگه که شما بیان نکردیم. ما بیان کردیم، اما این نمیدوند. والله این مذهب ابو حنیفه هم نمیدوند که این حدیث دیده قبول نکردم یا که این حدیث یعنی نرسید. اینجا گپ در اینجا است. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی حفظتون میکنه. این نظر افرچ بکنیم، درس آغاز بکنیم که امروزه درس مهم است. یگان ادمین دیگه هستن که همنا اصلا یعنی زبس بیدارند و یعنی نویشه. شیخ اومدن نام موضوع آزره بنویسن که سوال جواب و بحث با یعنی مقصد